کیمیاگر، اصل ماندگار پائولو کوئلو، که کتاب خیلی جهانیه. خب خیلی واضح گفته، در قالب داستان گفته. و با این حال من خواستم نظر و دیدگاه خودم رو با شما در این کتاب به اشتراک بذارم. انشالله که مورد قبول شما بشه و بتونیم در کنار هم بیشتر از پیچ و خم‌های قلم نویسنده بهره مند بشیم. در ابتدا جوونی رو میگه که نمیخواد مثل پدر مادرش از همون زندگی معمولی و ساده‌ای که اونها داشتن و سپری کردن و پدر بزرگ مادر بزرگش و قبل‌تر از اونها با اون کیفیت نمیخواد زندگیشو سر کنه و طی کنه. ببین همیشه یه سری افراد توی خانواده هستن که باید پرچم به دست بگیرن، پرچم رو به دست بگیرن و بلند بشن برای آزاد کردن نسل‌های بعد خودشون از زنجیرهای امنیت، بیپولی، تعصبات و از همه اینا. یک نفری که باید برخیزه، از خودش خسته بشه و بخواد که واقعا یک زندگی دیگر رو خلق کنه. خب اون خیلی شاید آسیب ها ببینه یا شاید خیلی باید زحمات رو متحمل بشه، ولی ثمره‌ای که بعد از اون خودش زندگی خودش خواهد داشت و افرادی بعد از اون میان، خب بی‌نظیره و اصلا قابل وصف نیست که میگی خب ارزشیشو داشت که من بیام این تغییرات رو در خودم ایجاد کنم. برای همین میاد و به جای اینکه زندگی مرسوم گذشتگانش رو در پیش بگیره، میاد و میره دنبال رویاهاش. این تو دقایق اول کلیپ وایس که میاد میگه که خرقه‌ش رو انداخت تو کتابش گذاشت زیر سرش، رهایی رو میگه. یعنی تعلق نداشتن، وابستگی نداشتن. تو نباید زندگیت یا امرار معاشت باعث بشه که قفل و زنجیر به پاهات بزنه. نباید ریشه هات باعث بشه که پابند یک مطلب، یک مسیر، یک چیزی بشی. تو باید آزاد و رهایی رو تمرین کنی و تعلق نداشتن هیچ چیزی در دنیا به تو. باید اینو تمرین کنی که هیچ چیزی برای تو نیست تو این دنیا، همه چیز امانته. و اگر تونستی با این طرز فکر جلو بری، میتونی در آزادی و رهایی کارهای بزرگ بکنی. هر چیزی که پابندت کنه یا به قول خودش رو به تو تحمیل کنه، تو بنده اونی، نه اون ابزار تو. حالا میخواد ماشینت باشه، میخواد شغلت باشه، میخواد خونت باشه، مقامت باشه، هر چیزی که دیگه‌ای که باشه. توی دقیقه 2:20 یه جایی میاد میگه که معاشرت با گوسفندان داره میگه نمیدونم این چه نیروی مرموزیه که به من عادت کردن. و در ادامه میگه که شایدم اون به برنامه‌ریزی، یعنی خودش اون جوون به برنامه‌ریزی زمانبندی گوسفندان عادت کرده. این خیلی نکته مهمی بود اینجاش که ببین با کیا میپری شبیه همونا میشی. اون جوون 2 سال بود که با اون گوسفندان میخورده، میخوابیده و بلند میشده و خو گرفته با اون زندگی گوسفندی. گوسفندهایی که نماد افراد بیشماری در جامعه هستن که فقط دنبال خوردن و خوابیدن و این غرایز معمولی یک حالا حیوانی هستن و اصلا هیچ وقتی که فکر نکنن که آقا چیه داستان صبح بیدار شدن و شب برگشتن خونه و دوباره صبح بیدار شدن، شب برگشتن و هی برو سر کار برگرد خونه، برو سر کار برگرد خونه، واسه یه لقمه نون، واسه یه معیشت، برای معیشت. و تو همه، نه ایران، تو همه جهان بیش از شاید 90% جامعه رو افرادی تشکیل میدن که فقط زنده‌ان، رویایی ندارن، هدفی ندارن، فقط دنبال سیر کردن شکمشون و مسائل حالا شهوانی و این چیزهاش خودشون هستن و تموم بشه بره. یعنی فقط دنبال همین چیزهای معمولی هست. یعنی از زندگی به این پرمعنایی فقط خوردن و آشامیدن و سکس و نمیدونم ظاهر و شادی‌های بیرونی و دنبال این چیزها هستن. و داره میگه که وقتی که با اینها میشینه و برخواست میکنه، خب
طبیعتا شکل و خوی اونها رو گرفته، عادت کردن به جمع. اصلا نمیدونسته که اونها به من عادت کردن یا من به اونها عادت کردم. پس اینجا داره بهت میگه آقا با کیانی؟ بگو با کیانی تا بگویم کیستی. با کیا میپری و مثل همونا داری میشی. حوالی دقیقه 5 وایس فصل اول مکالمه اون با دختر چی باید بگم، دختر بازرگان که داشت اونجا با هم صحبت می‌کردن. با تمامی که همه اون دارایی ها رو داره دختر بازرگان، ولی یک زندگی کسل کننده، ولی این چوپان یک زندگی رها و پورتابل و همراهی رو داره، سیاله و میتونه هر جایی بره و آزادانه زندگی کنه. همیشه آزادی اون ثروت یک مرد، آزادی یا یک زن. اگر خودت رو اسیر هر چیزی در این دنیا بکنی لذتی نخواهی بود. و بعد میگه که خب دختره میگه که از زندگی خودش، میگه پسرم از اینکه بالا با گوسفندان هستش و میگه که از گوسفندان بیشتر میآموزم تا از کتابا. اونجا خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی که تو فقط این نیست که کتاب بخونی، اون سیر و سلوکی که با اون کتاب میکنیه که به تو آگاهی میده و به تو روشنی میده. یعنی که اونجا منظورش این که وقتی من این کتاب رو میخونم توی زندگیم، توی این سفر پرهیجانم دارم اینا رو استفاده میکنم ازش. بعد میگه که اگر سوادی چرا چوپونی، میگه که بهونه آورد که جواب نده اینجا و مطمئن بود که دختره هیچ وقت نخواهد بود. میبین حافظ اینجا میگه که شب تاریک و بیم موجی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. کسانی که لب ساحل نشستن و پاشونم تو آب نکردن چجوری میتونن حس و حال یک کسی که داره توی عمق دریا لذت میبره، شنا میکنه رو درک کنن؟ داستان اینه. خیلی از افراد میان از روی شاید ندونستن یا اینکه اصلا هیچ وقت درگیر اینجور مسائل نشدن، میگن که نه این چیزا اصلا چرت و پرته، اصلا جواب نمیده، این چیه، اون قانون چیه، اصلا قانون وجود نداره و خیلی سرسختانه دارن مقاومت میکنن. در صورتی که اگر بخوای براشون توضیح بدی خودتو خسته کردی. پس اینجا به قانون مدارها اشاره میکنم، اینکه تو صبر کن و این انرژی و این اشتیاقی که در درونت داری رو پیش هر کسی خرج نکن. تو با این مسائل همونجوری که این سلوک کرد تو سلوک کن، برو به دستاورد برس. توی مسیر اون کسی که باید به کلام خدا که از زبان تو جاری میشه لبیک بگه تو مسیرت میاد. پس این داستان از این قراره. خب اینجا در حدود دقیقه 6 و 7 داره در مورد این میگه که راندن گوسفندان به سوی خورشید. خب این داستانی که داره تعریف میکنه واسه مثلا 2 سال پیش یا 1 سال پیش بود که میخواسته دوباره برگرده پیش اون دختر و این افکار تو ذهنشن. و ببین این چی باعث میشه بلند بشه، حرکت کنه؟ اون اشتیاقی که به دیدار با اون دختره الان وجودشی گرفته و این نمیخواست یه ذره بخوابه، گفت ولی بلند شد، حرکت کرد. این داره اینجا اشاره میکنه. و راندن گوسفندان به سوی خورشید یعنی به سوی اون مسیری که هدفشه، میخواد بره به سمت یک چیزی که دوستش داره. ولی برای گوسفندان هیچ تفاوتی نداشت، هیچ مهم نبود که اینا کدوم وری میخوان امروز برن. اونا فقط دنبال اینن که سرشون پایینه و یه سری مزرعه، مراتع و یه سری آب و غذایی باشه که اونها بخورن و امروزشون هم بگذرونن. هیچ مهم نیست روزشون چقدر باشه، شبشون چقدر باشه. و اینا میگه هیچ وقت نیاز ندارن تصمیم بگیرن، واسه همین همیشه با من میمونن. این جمله ها رو نگذاریم به عنوان یک رمان. کسانی که گفتم اینجا قرار نیست ناراحت بشیم، قرار خودت داری از خودت، از درون خودت با این کتاب صحبت میکنی. کسایی که سالیان سال یک جایی میمونن، هیچ تغییری نمیکنن،
حالا میتونه یک شغلی باشه برای کسی دیگه ای یا هر چیز دیگه ای. خب اون برای اینکه هیچ تصمیمی نداره، برای همین همیشه پیش اون رئیسش میمونه و رئیسش هم اونا رو اهلی کرده و دارن با هم دیگه بالاخره سر میکنن و اون رئیس تصمیم گیره و میدونه که داره سیستمشو یا کمپانیشو یا هر چیزی رو به کجا هدایت میکنه و اینا رو باید ما واقعا بشنویم از این کتاب که داره چی میگه، داره مقایسه میکنه. البته دور از جون گوسفند هم بعضی وقتا ما داریم میگیم گوسفند به اون دنیا نیاد خیرمون رو بگیره که چی داری میگه. خیلی از آدما از من بی هدفترن، اینم حتی هستش، حتی اینم یه خاصیتی داره. گوسفند داره شیری میده، گوشتی میده، پشمی میده. بعضی از آدم ها که انشالله جزشون نباشیم میگن که فقط اومدن اینجا اکسیژن رو میگیرن و دی اکسید کربن پس میدن. دقیقه حدودا 9 یه قسمتی هست که داره میگه، اشاره میکنه به اینکه خرقه‌شو انداخت رو کولشو حرکت کرد ولی میدونست که یه چند دقیقه دیگه یا چند ساعت دیگه انقدر گرم میشه که این خرقه ووالش میشه. اینجا یک نکته در مورد افرادی که توی مسیر قُر میزنن. یک مثلا موردی هست که اون کمک کنندته، بعد از اینکه خر در پل بگذره اون میشه وبال گردنت. خب و خیلی هستن تو مسیر از افراد شکایت دارن، از اوضاع شکایت دارن، از نمیدونم همراهشون، از هر چیزی شکایت میکنن، در صورتی که همون شکایت الانش یا قبلا به دردش میخورده یا قراره بعدن اونو بزرگترش کنه و ناسپاسی رو میخواد اینجا بگه. ولی در صورتی که شما همون خرقه‌ای که باید حملش کنی طی روز، صبح تو رو از سرما نجات میداد. متوجه شدید دیگه؟ پس اینجا میخواد بگه یک سالک همیشه روشنه، فرصت ها رو میبینه و قُر نمیزنه، یعنی وقتش رو واسه قُر زدن از اوضاع نمیگذرونه و فقط تغییرات، میدونه که تغییرات الان در راهه و هر لحظه ممکنه که مثلا به این نیاز داشته باشه. پس با این نگاه، با این نگرش میتونه حمل کنه خرقه های حالا ظاهری یا باطنی زندگیشو. خرقه ها یعنی پس چیزهایی که شاید لحظاتی بهشون نیاز نداری ولی لطف خداست در جامعه مبدل. حوالی دقیقه 10 به بعد که آخر کلیپ، آخر وایسه، خیلی جالب میگه که میخوام برم به دختره بگم این دفعه که چرا من سواد دارم. تا 16 سالگی توی مدرسه الهیات درس خوندم و پدر مادرم میخواستن که من باعث افتخارشون بشم، یعنی که میخواستن که کشیش بشه و باعث افتخار بشم. ببین پدر مادری که خودش هیچ افتخاری کسب نکرده و دوست داره که بچه هاش بشن باعث افتخارشون، خب این همه عقده هایی که نرسیدن بهش رو دوست دارن در بچهشون به قول معروف خلق کنن و این فشار میارن و بچه زده میشه. برای همین این هم از اون سوی رفتن دست برداشت. گفت من نمیخواستم برم و گناهان رو بشناسم، یعنی کارشناس مذهبی بشم، اینجوری میخواد بگه. گناهان رو بشناسم، خدا رو از دیدگاهی که اونا میگن بشناسم. دوست داشتم که آزادانه سفر کنم و اون سفر منظور اون رسالت یا انگیزه اصلی زندگیشه. خیلی ها رو میبینیم که فکر میکنن که مثلا خداوند در اون مثلا مدرسه خاصه که مثلا من باید برم اونجا حتما از اون دیدگاهی که اینها خدا رو شناختن یاد بگیرم، بنابراین میره همون درس‌ها و کتاب‌هایی که اونها خوندن رو میشنوه و میبینه و بابتش میره تحصیل میکنه و ریاضت و اینا میکشه و بعد میخواد که خداشناس بشه. پس نمیشه. چرا؟ چون هر چیز که اون قبلیه گفته شده حکم اصلی و قطعی واسه این. من اینجا تو پرانتز نظر شخصی خودم در مورد فلسفه میخوام بگم. کسی که حالا ایشالله باشون نشست و برخاست نمیدونم بگم بکنید یا نکنید، کسی که فلسفه رو میبینه، دورش رو میبینه، دیگه چیزی از کسی نمیشنوه. یعنی که میرن اونجا که
به نور الهی به قرآن مزین بشه زندگیشون، ولی میرن و اون سواد سیاهی میشه براشون معمولا. نه حالا بعضی هم هستن که خیلی هم از اون چیزا گذشتن، یعنی تونستن بگذرن، خیلی کمن، ولی اکثر کسانی که فلسفه خوندن دیگه چارچوب ذهنیشون شکل گرفت و دیگه نمیتونی تو تصویر دیگه ای از این خلقت و از این جهان رو براشون باز کنی و این جای به قول خیلی نگرانی و ناراحتی داره براشون. و پدرش هم مثل تمام افراد عقلگرا با رفتنش مخالفت میکنه. در ابتدا میگه که نه، تو هم باید مثل ما همین کار رو بکنی، اینجا بهترین دشت ها رو داره، مرغوب ترین دانه ها رو داریم، بهترین زن ها اینجا هستن. و پسر میگه که نه، من میخوام برم جوری زندگی کنم که دشت های غریبه رو ببینم، زن های دیگر رو ببینم. میگه پس چرا اونها میان؟ پدره میگه چرا اونها میان پس سرزمین ما رو ببینن، به به چهچه میکنن. و پسر یه جمله خیلی جالب میگه چرا پس اونها هر وقت میان پیش ما نمیمونن؟ خیلی هستن که مثلا میریم بومگردی، خیلی لذت داره، ولی اگه بگن تو قراره که تو این بومگردی زندگی کنی، کسی نمیمونه. واسه یه هفته آنتراک دادن به این زندگی ماشینی و شاید مثلا این شکلی خوبه، ولی دیگه نمیخواد بمونی، باید بری مثلا یه سری حالا چیزهایی داری که باید بهشون برسی، غیر از وابستگی ها میگم، و کسی که دنبال اهدافشه. اما اینجا داره میگه خیلی ساده، میگه پس چرا اینجا کسی نمیمونه اگر میانو از ما به به چهچه میکنه؟ پس من میخوام برم. و پدرش میگه الان فقط کسی که میتونه بره یه چوپونه. پس من میخوام چوپون بشم. پس چوپونیه رسالتش نبوده، رسالتش یا اون اشتیاقش اون دور جهان گشتن بوده، سیر در آفاق بوده، سیر در انفس بوده. یعنی دوست داشته بره مردم رو ببینه، دشت ها رو ببینه، سرزمین های جدید رو ببینه و اون هیجانی که اون سفر داره، بس اون سفر رو میخواسته. به خاطر اینه بعضیا فکر میکنن اون شغلشون رسالتشونه. نه، اون جایی که و اون احساسی که تو میخوای با اون شغل داشته باشیه که میتونه رسالتت باشه. و رسالت بیدارگری داری، رسالت آگاهی خودت، نمیدونم هر چیزی میتونه در پسش باشه. برای خودم و برای همه اعضایی که این وایس رو میشنون، آرزوی یک زندگی توأم با سعادتمندی و پر از هیجان و شناخت خداوند از روی نشانه هایی که توی این مسیر به ما نشون میده رو دارم، نه از روی کلیشه ها. پروردگارا آرامشی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و پذیرشی که بپذیرم اون چیزی رو که نمیتونم تغییر بدم و شهامتی که فرق این دوتا رو بتونم متوجه بشم. در پناه نور باشین تا وایس دوم همتون رو به دستان پرقدرت خالق هادی میسپارم.